خطاب به بسیجی‌های سیلی خورده و ریزشی و در حال ریزش میخوام بگم که بالاخره یه روزی هم همه این بدبختی‌ها تموم میشن، شک نکنین، و بدبختی‌های جدیدی شروع میشن. اینو بهتون قول میدم. قول الکی را دیگه توش بمونی، بدبختی‌های جدید شروع میشن، ولی هیچ کدوم از بدبختی‌های همین الانه تموم بشو نیستن. در هر حال به این مقام عظما و این رئیس جمهور بدبخت ظلم نکنین. مثلا میریزی که کجا بری، با کی میخوای بپری و هر جا بری مقام عظما پیدات میکنه و سیبیلتو دود میده. من فکر کنم که تو یا حالت خوش نیست یا اوضاع دستت نیست که داری بسیجی رو که ترسیده داره میریزه میترسونی که نریزه. دلم برای مقام عظما کبابه، میخواستم یه جوری خودمو خالی کنم. بیچاره به روحانی و غریباف گفت شما که میخواین برین با خارج مذاکره کنین چرا نمیرین با همدیگه مذاکره کنین؟ مگه ولی فقیه نباید عرضه داشته باشه بگه خفقون بگیرین همه هم گوش کنن؟ چرا اون باید عرضه داشته باشه، ولی مگه مجری نباید عقل داشته باشه که وقتی ولی فقیه عرضه نداره به رخش نکشه؟ آخه دلم میسوزه که تره هم واسش خورد نمیکنن. آی دکتر تره که سهله، دارن یه چیزایشو خورد میکنن که بیشتر دلت باید دست بسوزه، که دندوناش، قلم پاش، هر جوره که بگی دارن خورد میکنن. آی دکتر منظورم اینه که چرا مقام عظما شخصا وارد نمیشه اختلافات رو حل کنه؟ من منظور تو رو فهمیدم، تو منظور منو نفهمیدی. علت این که وارد حل اختلافات نمیشه دکترین پاساژه. یعنی چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن توی پاساژی یه زن و مرده داشتن دعوا میکردن اساسی، دم درم یه آخونده وایساده بود عمامه رو مرتب میکرد، بهش گفتن حاج آقا ورود کنی مسئله حل بشه. گفت اتفاقا پیش پای شما ورود کردم، وسط دعواشون جفتشون گفتن تو یکی خفه، بعدم منو به این روز انداختن که عمامم اینجوری شده. آیه دکتر منتقل میشم به سوال بعدی. برو ببینیم. نظام که میخواد واکسن نخره خب بگه نمیخرم، چرا بهانه‌ای کشکی میاره که وقتی لو میره کل نظام بیشتر ضایع میشه؟ از این ور وزیر بهداری میگه که به خاطر تحریم بهمون نمیفروشن، از اون ور سازمان بهداشت جهانی میگه غلط کردی واکسن آماده است بیا وردار ببر. بهانه کشکی بدیش همینه که آخرش با توسری برمیگردی همون جای اولت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه میخواست بهانه بیاره نره سر کار، شب دور پاش یه بندی بست و یه پارچه‌ای بست و گفت پام درد میکنه. صبح باباش رفت پیشش گفت هنوز پا درد میکنه، مشنگه دستش زد با همون بانده که بسته بود دور پاش، گفت آره خیلی درد میکنه. بابای محکم زد پس کلش گفت گم شو پاشو بریم بشین تو ماشین که از این به بعدم خودتو سیاه کنی و منو سیاه نکنی. مشنگه گفت از کجا فهمیدی؟ بابای گفت آخه شب که خواب بودی اومدم باندو از پای راستت واز کردم بستم به پای چپت. روشن شد یا همچی بذارم که تو هم باند ببندی به خوده. ورود میکنم به یه سوال دیگه. تو کنفرانس مطبوعاتی به این خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه بله مشنگا به این میگن وزیر نفت تو روسیه هیچ دستاوردی نداشت، چرا؟ با تعجب میگه رفته بود روسیه من خبر ندارم کی رفته. یه چیزی شنیده که دیپلمات‌ها بعضی چیزا رو واسه اینکه دور بزنن میگن هنوز خبر ندارم. احمق مشنگ حالیش نیست که سر سفر وزیر دولت خودت که نباید از این اطوارا بیای که تو که از سفر وزیر خودتون خبر نداری غلط کردی اومدی شدی سخنگوی وزارت خارجه. آیه دکتر این اتاقی که به سخنگوی وزارت خارجه میدن ویروس مشنگی داره؟ چطور مگه؟ هر کی سخنگو میشه از قبلی مشنگتره. اون اتاق تنها نه کل وزارت خارجه. بالاخره خب رئیس همشون ظریفه دیگه. شنیدی تو کره اگه بگی کیم همه برمیگردن نگاه میکنن میگن با من بودی؟ آره. یه چیزی تو مایه‌های مهندس یا حاجی خودمونه. آره شنیدم. تو وزارت خارجه هم بگی مشنگ همه برمیگردن، ولی خب سخنگو بیشتر تو چشم میزنه چون باید بیاد جلو خبرنگارا لبخند کشکی هم بزنه. لبخندش الکیه مال خوشحالی نیست. مشنگه صداش از تو همون میمد که داشت بلند بلند میخندید. گفتن چرا میخنده؟ باباش گفت هیچی داره سنگ پا میزنه. آیه دکتر سلامی گفته من آینده نظامو خیلی روشن میبینم. همه چیز داره به نفع ما رقم میخوره. این کجا رو نگاه میکنه که روشن میبینه؟ سبزعلی رضایی هم گفته باید کم کم آماده بشیم مدیریت جهان رو دست بگیریم.
البته من بهش گفتم خفه، لازم شما هم چیزی بگین یا زیادیش میکنه؟ نه لازم نیست، زیادیش میکنه. او خداشه که من یه فوشی بهش بدم بره خرج کنه بگه مهم شدم. از قدیم گفتن حواست باشه کیو چطوری تنبیه کنی. حبس کردن مگس تو سرویس بهداشتی براش جایزه است، تنبیه نیست که. ولی یه چیزی بگم راحتت کنم که دیگه تو حرفای اینا دنبال معنی و این چیزا نگردی. من یه بار کلاس استراتژی گذاشتم، همشون بودن، سلامی و سبزلی و اون یارو فدوی و اینا، یه مش از این خرت و پرتا. آخرش به حضرت سلیمون حق دادم که میره با گاو و گوسفند صحبت میکرد. اتفاقا فرق شما دکتر با حضرت سلیمون همینه. اون اول گاو و گوسفند رو میدید بعد باشون صحبت میکرد، شما اول صحبت میکنید بعد میفهمید که طرف گاو و گوسفنده. همین سبزلی رو در نظر بگیرید. کاندیدای شکست خورده مادام العمر هرچی انتخاباته. دیدین این دفعه مجری تلویزیون ازش پرسید بازم نامزد انتخاباتی میشی؟ بعد از کلی ادا اطفا رو اونور کردن با اشوه شطوری گفت اگه لازم باشه بله. خرس گنده با یه من ریش خجالت نمیکشه، فقط مونده بگه با اجازه بزرگترا بله. بحث انتخابات شد دکتر. این جنگ خونینی که از الان شروع شده، روحانی گفت کی گفته که مجلس باید به وزرا نظارت بکنه؟ این مگه نمیگفت حقوق خونده؟ اگه کلاس اول اکابرم رفته بود باید میدونست که مجلس 2 تا وظیفه داره، یکیش نظارت بر دولته. تو چرا انتظار اضافی داری آخه؟ بعد حاجی روحانی کی از کجا مثلا باید سواد حقوقی یاد میگرفت؟ از اول نظام اطلاعاتی بوده بیچاره، الان هم هست. هرچی افه بیاد زود تقش در میاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که راننده کامیونه واسه اینکه پول دکتر نده رفت پیش دکتر دانشگاه خودشو دانشجو معرفی کرد. دکتر گفت چی شده؟ گفت پام خیلی درد میکنه. دکتر گفت کدوم پات؟ گفت پای سمت شاگرد. روشن شد یا همچی بزنم که دست سمت شاگرد درد میگیره. آیه دکتر شما بالاخره وضعیت نظام و مقام عظما رو تو این برنامه مشخص نکردی که اینا چه خاکی باید به سرشون بریزن؟ شما من هر چی سوال میکنم بحث میکنم، تو هم شدی واسه من هر چی سوال میکنم یک چیز کشکی جواب میدی.